امیر جانم. میگم تو چه کار خوبی تو دنیا انجام دادی که خدا منو بهت داده؟ نمیدونم به خود من، نه روزه گرفتم، نه نماز خوندم، نه کمک کردم. این یه بلای آسمانی بود که خدا زد پس کله من. تو جواب گناهان منی. تو چقدر پر رویی. الان وقتش هست دهنتو پاره کنم؟ خب چیکار کنم؟ دروغ بگم باور کنی؟ چقدر تو رو داری؟ من از سر تو هم زیادیم. باشه از این بعد دروغ میگم که باور کنی. واقعا تو همه جا آبروی منو میبری. اینا حرفای مردیه که به تازگی همسرش رو از دست داده بود. میگفت هر روز که از سر کار برمیگشتم میدیدم همه جا تمیزه، بوی غذا کل خونه رو برداشته. میرفتم دست و صورتم رو بشورم، میدیدم کف سرویس انقدر برق میزنه که دوست داری همونجا بشینی. لباسا همه شسته شده، اتو شده، سر جای خودشون بودن. گلای خونه هر روز رشد میکردن و قشنگتر میشدن. یه فرشته با لباسای رنگی و موهای رنگ شده توی خونه منتظر من بود. همه اینا خیلی برام تکراری شده بود. انگار چیز عجیبی نبود. خیلی معمولی رفتار میکردم. گاهی وقتا اصلا نمیدیدمشون، تا اینکه الان وقتی میرم خونه با همون لباسا دراز میکشم، نه خبری از بوی غذا هست، نه کسی که به خونه زندگیم جون بده. خونه دیگه تاریک و رنگی نداره. داشتم دیوونه میشدم که از خواب پریدم و دیدم هنوز توی خونه دارمش. تا دیر نشده، تا هستیم قدر همدیگر رو بدونیم.